سرخط اولین سایت فارسی هست که سرخط اخبار رو از وبسایت‌های مختلف کنار هم گردآوری میکنه و توی یه صفحه بهتون نشون میده. سایت سرخط یکی از بهترین های خبریاب به فارسی هست، به خصوص توی نسخه جدیدش که تازه منتشر شده. صفحه اول بر اساس دسته خبر تقسیم بندی شده و شما میتونین آخرین اخبار رو از منابع مختلف و خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف خبری یه جا ببینین. زیر هر عنوان خبری خلاصه‌ای از اون خبر دیده میشه. با کلیک روی هر تیتر صفحه اصلی خبر رو در منبع میتونین ببینین که البته یه نوار از سایت سرخط بالاش وجود داره. سمت راست این نوار یه لینک هست که تعداد اخبار مرتبط با این خبر رو بهتون نشون میده. میتونین روش کلیک کنین و فهرست اخبار مرتبطش رو ببینین. با هر خبر یه سری اطلاعات مفید هم همراه شده. منبع خبری که تیترش رو میبینین، زمانی که از انتشارش گذشته، منابع دیگه همون خبر و تعداد اخبار مرتبط با اون. روی هر کدوم از این منابع هم کلیک کنین به اصلش دست پیدا میکنین. البته این وبسایت فقط فارسی نیست، گرچه لینک مستقیمی برای ورود به بخش انگلیسی نیست، اما اگه به انتهای آدرس وبسایت en اضافه کنین میتونین بخش انگلیسیش رو ببینین. امیدوارم همونقدر که من از پیدا کردن این وبسایت ها لذت بردم شما هم لذت ببرید. برامون آدرس وبسایت بفرستین. نیما میاد تا بهتون بگه که چطور این کار بکنید. مرسی لارا.